گفتن حرف مفت، این ادبیات چیزای معلوم و مشهور، این هنر نیست، نه. ادبیات نیست. ولی متاسفانه ما امروز نمونه های بسیار نمونه های هستن که به نام رمان چاپ میشن، داستان، قصه، حکایه، غزل، قصیده، شعر و غیره ها چاپ میشن. نشانه های ظاهری دارن، وزن دارد، قافیه دارد، ولی مال ادبیات نیست. جوهر مال ادبیات نیست. جوهرشون نیست. ملک الشعراء بهار که از دانشمندای معروف معاصر ایران شاعرم بود، درباره و شعر گپ میزند و شعر و نظم جدا میکند. اون گپ دیگر رو میگه که صنعت و سج و قوافی هست، نظم و نیست شعر. یعنی یک چیز در قالب وزن در آوردن و قافیه با قافیه گفتن هنوز حالی مال ادبیات نیست.